سرشای شکل مونه نگاه کن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. حجاج بيت الله الحرام بحرم الله بأماكن مقدسة بسرزمين جزيرة العرب الحمد لله برضایت خداوند و توفیق الله تعالی قدم های نخستین رو خود را گذاشتیم. شهر جده یکی از شهرهای کلانترین مملکت عربستان سعودی حساب می‌خورد. خب یکی از شهرهای اقتصادی عربستان سعودی حساب می‌خورد. مملکت عربستان سعودی با دو شکل نام گرفته می شود، یکی سعودیه و یکی دیگر مملکت العربیه السعودیه. خب طرز دولتداری در مملکت عربستان سعودی پادشاهی بوده، همچنین دارای اداره قضا و وزارت‌های شورا نیز هست. خب مملکت را یک نفر اداره میکند، از نفر اول یعنی پادشاه اداره می شود و مرکز مملکت عربستان سعودی شهر ریاض یکی از زیباترین و اینچنین از کلانترین شهرهای مملکت عربستان سعودی است. شهری که الان ما در آن فرود آمدیم شهر جده، در این شهر تاریخ زیاده از 3000 ساله دارد و آبادی های اولین شهر در زمان خلافت خلیفت النبی عثمان رضی الله تعالی عنه و بعد از آن در دوره خلیفه راشد اموی عمر ابن عبدالعزیز و اینچنین در دوره خلافت عثمانی ها و بعد از آن در دوره مملکتداری سلاله سعودیان آبادتر و زیباتر گردید. نامگذاری این شهر نسبت داده شده است به جده، یعنی اولین نزول مام و حوا مادر هر یک ما انا به همین زمین شده است و بنابراین این نام به نام انا همان حوا مادر همان حوا علیه السلام نسبت داده شده است نامگذاریش به نام جده و تا هنوز قبر مام و حوا در همین شهر موجود است و ان شاء الله ما هم چون سیاحت از مکه مکرمه به زیارت اینجا می آییم. خب دیگر از معلومات عمومی که درباره این مملکت است، از اینجا تا مدینه راهی که ما رهسپار گرفتگیم 420 کیلومتر بوده. انشاءالله در راه اتوبوس ایستاد میکند و ظهر و اینچنین حرکت میکنیم. الحمدلله و توفیق الهی بود که الله ذوالجلال ابراهیم خلیل را در مسیر تاریخ روز انا در همین جزیره عرب در همین ریگزار یا قمزار ابراهیم خلیل را الله متعال امر کرد که به جبل ابو قبیس بلند بشود و امر الله تعالی را اجرا بکند و امر الله تعالی آن بود که ندا بکند مردم را به دعوت کردن به سوی سویچ ما في ارفع